شما طرفدار کدام یک از تیم‌های باشگاهی ایران هستید؟ شما باید عدد مربوط به گزینه مورد نظرتون رو از طریق پیام کوتاه به شماره 23090 ارسال نمایید. خداحافظ. بریم آمار پیام کوتاه ببینیم و دیگه به اتفاق عسکری که خستم شدن از خودتون خداحافظی خواهیم کرد. آمار سوال پیام کوتاه اگه دوستان محبت کنن با هم می‌بینیم 1,597,118 تقریبا 1,600,000 نفر شرکت کردن. درصد همون 35 61 31 یعنی 35% طرفدار استقلال، 61% طرفدار پیروزی، 3% سایر تیم‌ها و هیچ 1% هم طرفدار هیچ تیمی نیستن. خیلی خیلی ممنون از این مشارکت واقعا صمیمانه شما عزیزان بیننده در برنامه. به ما غیر از اینکه قوت قلب بده، این حداقل چیزی هست، به ما قوت قلب وحشتناکی میده. آقای عسکری خیلی خیلی ممنون از شما، تشکر میکنیم. بازم پیشاپیش عید سعید فطر رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. به اتفاق همه همکارمون که تا این ساعت 2:11 با ما همراه بودن، همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار، عیدتون مبارک.